سلام، به آزادی آنلاین خوش آمدید. یک اقدام مقامات در باختر مرکز ولایت ختلان بحث برانگیز شد. در این شهر در آستانه جشن نوروز به تنه درختان قدی کوچه متاع اطلس و چکن بستند و ناگهان خشم بسیاری از ساکنان را برانگیختند. مقامات هنوز دلیل چنین رفتار خود را شرح ندادند، ولی بسیاری از کاربران در سامانه رادیوی آزادی آنها را به صرف و خرج بیهوده عیبدار کردند. یک کاربر به ذکر نامش گفته است مقامات معرکه های مردم را تنظیم میکنند، ولی در مورد معرکه های سرخرج خود لب فرو بستند. شرح او چنین است: اگر در عید رمضان و قربان برای مهمانان دسترخوان بیارایند، حکومتداران هر روز از اسراف و صرفه‌کاری جار میزنند. اکنون امروز چرا از اسراف و صرفه‌کاری فراموش کردند؟ این کدام فرهنگ و کدام رسم و آیین اجدادی تاجیکان باشد؟ سمیره شوخی‌آمیز گفته است که او در تنش کرته ندارد، ولی مقامات به درختها لباس پوشاندند. شخص با نام رمزی قشلاقی هم می‌نویسد: همین اطلس و چکنها را از نام پرزیدنت به زنان کوچروب تحفه می‌کردید، گپ دیگر بود. معنی این کارتان را نفهمیدم. یا درختان خنک نخورند گفتید؟ کاربری که در سامانه رادیوی آزادی خود را سیبیر نامیده است، از مقامات خواسته است به معرکه به قول او خود نمایشدهی پایان بخشند. وی گفته است در فکر مردم میشدید خوب بود. نرخ سوزشواری کی پایین می رود؟ اگر پایین رفتنی نیست، از حاضر خر بخریم. در این قطار بعضی از کاربران از تصمیم مقامات در باختر حمایت و آن را یک نوع زیبایی توصیف کرده از دیگران خواستند که در این مسئله سختگیری نکنند. اما مخالفان تصمیم آن را تملق و یک نوع رویپوش کردن کمبودها نامیدند. کاربر به ذکر نام نوشته است: از کار چاپلوسان شرمم میآید. همان اطلس را به دختران از عائله کمبیزاد دهید تا بپوشند. مردم کیهان و تکنولوژی های معاصر را برای زندگی خوب انسانیت اختراع میکنند، چاپلوسان به درختان لباس میپوشانند. کاربر با نام حقیقت گفته است مخالف چنین ایجادکاری ها نمی بود اگر تاجیکستان یک کشور پیشرفته میشد. او نوشته است دولت و خلق به مثل امریکا، اروپا و یا حتی روسیه بای می بود، این کارها میزیبید. با تقریبا 4 میلیارد دلار قرض و مردم اکثر مردکار به خلق دیگر، این کارها نمیزیبد. این بحث در سامانه رادیوی آزادی و صحیفه های ما در شبکه‌های اجتماعی هنوز هم هست و ادامه دارد. اگر نظر و پیشنهاد دارید آن را نویسید و یا در نوار ثبت کرده و بفرستید به این رقمی که میبینید. واتساپ و وایبر و ایما و تلگرام داریم. تا دیدار در برنامه‌های دیگر.